به فعالیت‌های هنری علاقه‌مند بود. من از 10 سالگی کار گلدوزی شروع کردم. بعد در کنار گلدوزی خیاطی هم شروع کردم. یه مدتی که خیاطی انجام دادم، حدوداً 20 سال، خواستم یه کاری ماندگاری داشته باشم. و در نهایت ایده‌ای متفاوت به خاطرش رسید. تا اینکه به امید خدا، به کمک خدا، دوخت قرآن رو شروع کردم و به فکرش رسیدم. ایده‌ای که مخالفانی هم داشت. خیلی مخالفت با می‌کردن که این کارا نکن. بهش میگفتم که این کارا سخت، سنگینه، سالهای سال طول میکشه. وقتی که دیدم خیلی واقعا تصمیم گرفته است و یه هدفی داره، دیگه مخالفت نکردم. دیگه شروع کردم از 13 دی 84 و 13 سال مراحل دوخت و تکمیل کار به طول انجامید. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة. چند نمونه پارچه برداشتم با چند نوع رنگ، حدوداً 8 تاق پارچه بود. بنک پارچهش ریش میشد، با هویه برش کردیم، بعد کادر بندی کردیم، خط کشی کردیم. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. رو نویس کردم از رو قرآن مصطفی اشرفی تبریزی. نوشتن هر یه صفحه 3 ساعت زمان می‌برد. دوختش حدوداً 5 روز زمان می‌برد. اون وقت بعدم که تموم شد یه دونه ماکت درست کردم، دادم رحلش رو ساختم. کار مهمی است و واقعاً برای اینها زحمت فراوانی داره. هیچ اتفاقی او را از ادامه انجام کار ناامید نمی‌کرد. حتی مثلا میگم اون وقت که دستم شکسته بود، دستم تو گچ بود، با یه دست میدوختم. وقتی میشستم سر کار یه روحی خاصی میگرفتم. ایشون در محدودیت شدید گرفتاری‌های خوب فرزندداری، عروسداری یا دامادداری یعنی قرار داشتن، ولی با همکاری خانواده تونستن در این فضای بسیار کم کار بزرگی تحویل بدن. و حالا سالها تلاش توأم با اراده و اشتیاق این بانوی هنرمند اثری بی‌بدیل و ماندگار خلق کرده. کار یک کاری ساده نیست. بیان و از هنر خیاطیشون، گلدوزیشون استفاده بکنن در جهت ایجاد یک کاری که باقیات و صالحات برای خود ایشون و نسل‌های آینده. فقط از خدا کمک بخوام. هیچ کسی غیر خدا کمک به آدم نمیکنه. تلك آیات الکتاب المبین. محمدی، باشگاه خبرنگاران، اصفهان.